جورنال، چیزی که خیلی تو عمرشون انجامش ندادن. شاید همین تو. آیندهمون، روابطمون، انگیزمون، دیدمون به دنیا همش تحت کنترل ذهنمونه و یه ذهن آشفته کابوس توی زندگی و حین خواب دیدنه. من اکثر زندگیم جلوی جورنال کردن گارد داشتم. فکر می‌کردم چرت و پرته. حتی یه مقطعی فکر می‌کردم گیه. میگفتم کی میاد احساسات خودش رو توی برگه بنویسه. اما اگه اوورسینک جایزه داشت من قطعا یه رنگی توش می آوردم. 3 سال پیش وقتی که دیدم همه از فقیر تا پولدار دارن جورنال کردن رو بهم پیشنهاد میدن، تصمیم گرفتم امتحانش کنم. از اون موقع کل زندگیم تغییر کرد تا پارسال که سر یه سری مسائل دیگه انجامش ندادم. با اینکه من دیسیپلین داشتم و کارامو همچنان جلو میبردم و پیشرفت میکردم، یه چیزی هی انگار کم بود و اون چیز ذهنم بود. ذهنم واقعا داشت عقب نگهم می‌داشت و توی زمینه ذهنی انگار خیلی پسرفت کرده بودم. یعنی دوباره اوورسینک، دوباره زیادی فکر کردن، دوباره درگیری ذهنی زیاد، تا همین 2 هفته پیش که با خودم گفتم من یه زمانی جورنال می‌کردم و از همون موقع دوباره استارتشو زدم. واقعا جورنال کردن یکی از بهترین و مهمترین عادتایی بوده که من تو این مسیر داشتم. مسیر ویدیو اینجوریه: اول راجع به سودایی که بهمون میده حرف میزنیم و بعد اون روش درستی که باید انجامش بدیم و بهت میگم. چون جورنال کردن برای من خیلی سخت بود میشه. این خیلی سخت بود که واقعا وارد اون استیتی بشم که دارم فکرامو مینویسم، دارم به نتیجه میرسم، دارم پیشرفت میکنم و عموما اصلا نوشتنم نمیومد. برای همین روش درست جورنال کردن چیز خیلی مهمیه. سود اولی که بهمون میده مرتب شدن ذهنمون و فکرامونه. یه لحظه وایسا. رفتم یه سری کابل آوردم. شاید خود بپرسی انقدر کابل چرا داری، ولی خب طی سالا جمع شده دیگه. حرف اینه: سود اولی که جورنال بهمون میرسونه مرتب شدن فکرمون و ذهنمونه. یعنی اگه ذهن ما و فکرامون اینجوریان، جورنال میاد یکی یکی بازشون میکنه. این یه فکر دیگه‌ت میذاره یه ور، این یه فکر دیگه‌ت اینجوری، یکیش افتاد. نشون دادن کوچری بود واقعا، ولی ایدهشو میگیری فکر کنم. ببین دیدی موقع این که یه کاری میکنیم، باشگاهیم، با کسی حرف میزنیم، هی یه فکری ته ذهنمونه. شاید یه فکر نه، شاید چندین فکر هی ته ذهنمونه. جورنال بهت کمک میکنه که اون فکراتو بالاخره بهشون فکر کنی. یعنی وقتی که اون فکرا میان، ذهنت اینجوریه که آقا فلانی این فکری که داره میاد به توجه 100% تو نیاز داره، نه اینکه موقعی انجام یه کار دیگه به اینم فکر کنی. یه مسئله مهمه برای ذهنت و اگه تایم مناسب و تمرکز و توجه کافی و نظری برای پرداختن بهش، هی بهت یادآوریش میکنه. و عموما ما انقدر انجامش ندادیم این کارو، انقدر واقعا بهشون فکر نکردیم، خیلی زیاد شدن و دیگه الان واقعا ذهنمون آشفته است. درگیری ذهنی داریم، شبا خوب نمیتونیم بخوابیم، روزا هی اوورسینک داریم میکنیم. خودمون رو توی زندگی قشنگار گم کردیم. و سود دومی که داره دقیقاً همینه: آگاهمون میکنه از وضعیت. یعنی بالاخره دوباره متوجه میشی که آقا از کجا اومدی، الان واقعا کجایی، چطوری و مسیر چیه، میخوای کجا باشی، میخوای آینده چجوری باشه. وقتی که جورنال میکنیم و فکرامون مرتب میشه و یه فکر درست حسابی به گذشته، الان، آینده میکنیم، مسیر مشخص میشه. یعنی من میخوام دستامو بالا بگیرم بگم آقا من اخیراً اون مسیری که توی آیندم بود و بهش فکر میکردم و گم کرده بودم. بر همین تصمیماتم بر اساس اینکه آقا یه هفته فکر میکردم این درسته، یه هفته فکر میکردم اون درسته، گاهی بر اساس مودم جلو می‌بردم و راستشو بخوای این تا حدی از اون مسیری که من میخوام توش باشم و به جایی که میخوام برسم دورم کرده بود. اگه ما جورنال کنیم، حواسمون باشه که چندیم، میخوایم به کجا برسیم، خیلی تصمیمات برامون راحت‌تر میشن. و سود سومی که میرسونه دقیقاً همینه: تصمیم گیری رو راحت‌تر میکنه. ما اگه مسیر آینده رو بدونیم که الان کجاییم، ارزشامون چیان، کیم، چطوریم و گذشتمون چطور بوده و اوورسینکی هم نداریم، تصمیم گرفتن خیلی برامون آسون تره. یه ذهن شفاف تصمیم گیری آسون ترین کاره براش. چیزی که تصمیم گیری رو برای ما سخت میکنه یه ذهنی که شفاف نیست، آشفته است، نه از آیندهش خبر داره، نه از الان خودش، اوورسینک هم زیاد داره. این ذهن تصمیم گیری خیلی براش سخته. بعد از جورنال کردن درست حسابی، بعد از یه مدت که ذهنت مرتب میشه، فردا که بخوای با دوستات بری بیرون، دقیقاً میدونی میخوای چیکار کنی، دقیقاً میدونی که کیک رو بخوری یا نخوری، جانک فود رو بخوری یا نخوری. همه چی خیلی برای آدم واضح تر میشه. خیلی برات مشخص تر میشه که برای آینده چطور پیش بری. و سود چهارمی که میرسونه بازم دقیقاً همینه. همشون به هم وصل شدن یه جورایی، ولی وصلن دیگه واقعا. سود چهارمی که بهمون میرسونه قدرت برنامه‌ریزی بهتری بهمون میده.
یعنی وقتی ذهن ما بازم شفافه، اوورسینک نداریم، مسیر رو میدونیم، تصمیم گیری رو بلدیم، تصمیم گیری برامون آسونه، خیلی راحت‌تر میتونیم برنامه‌ریزی کنیم. چه برای فردا بیرون رفتنمون، چه برای 10 سال آیندهمون. خیلی راحت‌تر میتونیم برنامه‌ریزی کنیم که آقا چی به دردمون میخوره، از اینجا نرم، از اونجا برم، این مسیر درسته، این مسیر بده. حالا بین گفتن سودا و روش انجام دادنش میخوام 2 کلمه با حرف بزنم. میدونم گاهی واقعا اوورسینک زیاد میشه، گاهی واقعا سخت زندگی، گاهی حتی نمیدونی به طرف مقابل چی باید بگی، گاهی واقعا آدم گیر میکنه که سر این کوچه‌ای که هستم راست برم یا چپ برم. واقعا من گاهی برام پیش میومد که تو این 1 سالی که ژورنال نکردم این کوچه رو راست برم یا چپ برم. وقتی که ژورنال نمی‌کنیم واقعا از ارزشامون دور میشیم. یعنی یکی از ارزش‌های من صداقت، دیگریش اینه که توی لحظه باشم و توی لحظه راحت باشم و واقعا وقتی که ژورنال نمی‌کنیم از اینا دور میشیم. ذهنمون 1000 تا فکر داره و وقتی که ما به هیچ کدومشون نپرداختیم ذهنمون هم کسخلش در میره، بیا رو راست باشیم. فکرایی که بهمون میده و ما ژورنالشون نکردیم انگار روی رممونن و رم هر چقدر سنگین‌تر بشه مغزم کنتر میشه، کامپیوتری که اینجاستم کنتر میشه دیگه. نه، استعاره اینه وقتی که ما ژورنال میکنیم اون همه فکری که جلوی همه چیمونو گرفته از روی رممون میره روی هاردمون ذخیره میشه. ذهنمون میگه اوکی، حتی اگه یه راه حلی هم برای فکرها پیدا نشده به هر حال الان یه جایی ذخیره شدن، من میدونم که آقا به این قضیه فکر شده، دیگه لازم نمیبینم که هی بیارم بکنم تو چشه یارو. من خودم واقعا این 1 سالی که ژورنال نکردم خودم متوجه نبودم ولی خیلی آروم داشتم افت میکردم همه جوره، تو زمینه احترامم به خودم، توی مسیر درست بودنم، توی زمینه ارتباطم با دیگران، توی زمینه کارام. درسته حالا من دیسیپلین داشتم، به زور چسبونده بودم همه چی، ولی واقعا بدون متوجه بودن همه چی خیلی داشته خراب میشده. و 2 هفته پیش دوباره به یه ویدیو توی یوتیوب برخوردم از حمزه و اونو دیدم و دوباره بهم یادآوری شد که واقعا ژورنال کردن چه نعمتیه. دوباره شروع کردم ژورنال کردن و واقعا توی این 2 هفته‌ای که ژورنال کردم خوابم بهتر شده، ارتباطم با افراد بهتر شده، توی مسیر درستی هم که میخوام باشم، رژیمم بهتر شده، خیلی بهتر مدیتیشن میکنم، باشگاهام بهتر شدن، همه چی خیلی بهتر شده. واقعا یه ذهن آروم، یه ذهن شفاف، یه ذهنی که واضحه، اوورسینک نداره، یه نعمت بزرگه. با ژورنال کردن به دستش بیار. حالا روش انجام دادن ژورنال چجوریه؟ من همیشه نمیتونستم ژورنال کنم، پروکراست تا می اومدم بشینم بنویسم، نه، یا به صورت فکرام نمیرسیدم یا اصلا هیچ فکری نمی اومد، یا می نشستم چرت و پرت می نوشتم، واقعا انگار نامه برای من آینده می نوشتم، یه همچین چیزی که بعدم بیام بخونم. اما روش درست ژورنال کردن یا ژورنال عمیق که باعث میشه به اون چیزایی که گفتم برسیم اینه که یه روتین داشته باشیم، یه مراسم برای ژورنال کردن داشته باشیم. این مراسم برای من اینجوریه و به نظرم این بهترین روششه. همیشه توی زمان مشخص و توی مکان مشخص با یه پلیلیست مشخص برای ژورنال کردن شروع میکنم نوشتن. و یکی از بزرگترین نکته هایی که میبینم آدما انجام نمیدن اینه که ژورنال رو برای خواننده ژورنال میکنن. اگه معنا داد. این نکته اینه که برای خواننده ژورنال نکنی، برای نویسنده، برای تو الان ژورنال کنی. یعنی مهم نیست که بعدن اومدی بخونی نیومدی بخونی، هر طوری شد هر طوری نشد، اونجاش مهم نیست. تنها چیزی که مهمه اینه که الان فکرات مستقیم توی انگشتات باشن و بنویسی. و از کجا الان بدونیم که داریم درست حسابی ژورنال میکنیم؟ وقتی که انقدر فکرات دارن سری میان که دست درد میگیره، انگشتات درد میگیرن، جا میمونی از فکرات. انقدر فکرات زیادن، انقدر داری مینویسی، انقدر نمیرسی که واقعا خسته میشی. به اون میگن یه ژورنال درست. و اگه 1 هفته روزی 1 ساعت، نیم ساعت، 2 ساعت این کار رو انجام بدی، به وضوح نتایجش رو میبینی که چقدر واقعا ذهنت شفافتر شده، تصمیم گیری برات آسان‌تر شده، چقدر بیشتر پای ارزشاتی، چقدر بیشتر برای خودت احترام قائلی. حالا پای ارزش بودن و احترام قائل بودن برای خودمون چه ارتباطی دارن؟ ارتباطش اینه که ما با پایبند بودن به ارزشامون به احترام برای خودمون میرسیم. اگه ارزشامون رو کنار بذاریم به هر دلیلی، این باعث میشه که ذهنمون تحت بدونه که این آدم پای ارزشای خودش نیست، پس احترامی هم برای خودش قائل نیست. و تو هر چقدر اینو لاپوشونی کنی، ماسمالیش کنی، ذهنت از این آگاهه
و احترامت پیش خودت میاد پایین و به ترتیب پیش دیگران هم میاد پایین. برای همین جورنال کمکمون میکنه پای ارزشا باشیم، بنابراین احترام بیشتری برای خودمون قائل باشیم، ارتباطمون با همه بهتر بشه، تصمیمات بهتری بگیریم و دیگه نمیدونم واقعا چی بگم راجع به جورنال که ترغیب بشی بری جورنال کنی. بذار یه چیز دیگه هم بهت بگم، واقعا حس خوبی که بهت میده عجیب و غریبه. یعنی ما اکثرا میخوایم با دوستامون حرف بزنیم، با بقیه حرف بزنیم، میخوایم یه جوری این فکرها رو خالی کنیم، میخوایم درد و دلی کنیم چیزی، ولی در نمیاد اون موقع. میدونی اونا خوبن برای تصمیم گیری، برای نمیدونم درد و دلی چیزی، آره بودن آدما خوبه، با آدم حرف زدن خوبه، اما وقتی که با خودتی و خودت داری مینویسی و ذهن خودت داره راه حل برات پیدا میکنه، اون موقع است که بعد از 1-2 ساعت واقعا لبخند میاد روی لبت، چون تمام درگیریاتو انگار نوشتی روی برگه، تموم شد و رفت. الان یه ذهن سالم شفاف آزاد داری و چیزی که جالبه همینه، ذهن ما بهتر از همه صلاح ما رو میدونه، بهتر از همه اشکالات ما رو میدونه و بهتر از همه بهمون راه حل میده. برای همین جورنال کردن خیلی بهتر از حرف زدن با دیگرانه. احترام بهت برای دیدن این محتوا و احترام بیشتر بهت اگه میخوای واقعا جورنال رو شروع کنی، و احترام به خودم چون ترغیبت کردم که جورنال رو شروع کنی. نه آره خلاصه امیدوارم موفق بشی تو این مسیر. من تونستم، تو هم قطعا میتونی. من هیچ آدم خاصی نبودم، هنوزم گاهی خراب میکنم، ولی اگه من تونستم پیشرفت کنم، اگه من به چیزایی که خواستم تا حد زیادی رسیدم، اگه من دوستای خوبی دارم، بدن سالمی دارم، ذهن سالمی دارم، 2 تا بیزنس خوب دارم، همش مدیون این چیزایی که تو این ویدیو شیر میکنم. پس اگه من تونستم تو هم قطعا میتونی. مثل همیشه یادت باشه قرار نبوده و نیست آسان باشه، اما نتیجه‌ای که بهت میده هستیم کارو بستیم هستیم بیستیم بالا دستیم